تو یه همچین شرایطی که انقدر تنگ به اصطلاح مسیر قفله دیگه، نه اینجا دیگه دنده دو نذارید. ببین الان اینجا میخوایم دو بریم، اینجا دست اندازه، به اینا توجه کنید. مسیرتون وقتی مانع زیاد داره تو کوچه پس کوچه این، فعلا دو اینجا نمیریم، با دنده یک میریم تا اون فضایی که میخوایم ایجاد شه. حالا اینجا میتونیم دنده دو بریم، ولی الان دو رو بدیم، ولی باز همین چون سرازیری بود، حالا نیازی به گاز دادن نبود، حالا دو دادیم، ولی باز همین دو اینجا اشتباهه. چون میبینید یه دست انداز هست اینجا، هم دوباره رسیدیم به یه تقاطع مستقیم میریم، چپ و راست رو نگاه میکنه و نجور میره. انتهای خیابون الان ما میخوایم بریم راست، خب ولی دقت بکنید انتهای خیابون به اصطلاح مسیر مستقیممون بسته است، یعنی فقط چپ و راست میتونیم بریم. تو همچین شرایطی ما میشیم فرعی، پس باید کامل توقف کنید بعد گردش کنید. الان ما میخوایم راست بریم، ولی اینجا باید یه ایست بکنه هنرجومون، سمت چپش رو نگاه کنه، یکم جلوتر باید وایسین دیگه که قابل دید باشه. سمت چپ رو میبینه، حالا میچرخیم به این شکل. موقع چرخش باید ما بیایم دقیقاً این ور خط. الان خب اوکی بود، تونستیم دو بریم. میبینیم مسیر باز بود، دور موتورمون یه 2.5 حداقل رسید که برای 206 باز کمه 2.5. اینجا یه توقف میخواینا، یک بدین بعد برین. پس الان اشتباهتون این بود که اینجا رو با دو داشتیم میپیچیدین. اینا رو باید مکس کنین. وقتی که به اصلی میرسین سر تقاطع وایسین، با دنده یک برین.